این پرونده پیچیده و کوتاه دارای 4 متهم است. به ترتیب متهم ردیف اول اسماعیل نام دارد که متهم به شرکت در قتل ابراهیم و فاطمه و مباشرت در قتل فرزندان خردسالش به نام امیر مهدی 6 ساله و عماد 11 ساله است. همچنین متهم ردیف دوم همسر متهم ردیف اول پرونده که معصومه نام دارد متهم به زنا و مباشرت در قتل ابراهیم و فاطمه و 2 فرزند خردسالش است. از سوی دیگر غلام حسین که تبعه افغانستان است متهم به مشارکت در قتل عمدی ابراهیم با ایراد ضرب کلنگ به اتفاق متهم ردیف اول است. و در نهایت متهم ردیف 4 که جعفر نام دارد و اهل فیروزکوه است متهم به معاونت در قتل ابراهیم است. در ادامه این پرونده جنایی عجیب همراه ما باشید. سلام دوستان، به کانال کلبه واقعیت و یه پرونده جنایی واقعی دیگه خوش اومدین. اگه تا حالا عضو کانالمون نشدین کانال رو سابسکرایب کنید و اگه پیشنهاد یا انتقادی برامون دارین کامنت بذارین. بر اساس پرونده امیر مهدی که یکی از مقتولان این جنایت است دچار بیماری کمخونی بود و به همین دلیل هر چند وقت یک بار باید نزد پزشک معالج خود در تهران می آمد. در این رفت آمدها بود که معصومه با مردی که راننده مسافرکش بود آشنا شد و با او طرح دوستی ریخت. پس از مدتی که رابطه معصومه با این مرد که ابراهیم نام داشت و مقتول دیگر این پرونده است بیشتر شد، معصومه شماره تلفن منزل خود را در اختیار او قرار داد تا اینکه یک روز ابراهیم از معصومه خواستگاری کرد. معصومه نیز در جواب ابراهیم گفت من ازدواج نکرده‌ام و این بچه‌ها فرزندان برادرم هستند. به این ترتیب رابطه معصومه و ابراهیم بیشتر شد تا اینکه ابراهیم از معصومه قول ازدواج گرفت. پس از گذشت 5 تا 6 ماه از این ماجرا، یک روز علی فرزند بزرگ معصومه و اسماعیل که همکنون زنده است، مادرش را در حالی که از اتومبیل خارج می‌شد دید و موضوع را به پدرش گفت. اسماعیل که پس از شنیدن حرفهای پسرش به موضوع شک کرده بود، از همسرش در مورد رابطه او با ابراهیم سوال کرد که معصومه در جواب گفت من و ابراهیم هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم و فقط او چند روز پیش برای من یک انگشتر خرید که من هم آن را فروختم و دوباره برای خودش انگشتری خریدم، اما هیچ رابطه دیگری با هم نداشتیم. اسماعیل که گمان برده بود رابطه همسرش با ابراهیم بیشتر از این هاست، همسرش را زیر نظر گرفت تا اینکه متوجه رفت آمدهای مشکوک همسرش به خانه ابراهیم شد. اسماعیل که پس از این ماجرا قصد انتقام گرفتن از ابراهیم را داشت، نقشه ازدواج همسرش با ابراهیم را طراحی می کند. به همین دلیل ابتدا شناسنامه جعلی برای معصومه به نام فاطمه فراهم کرده و او را به عقد ابراهیم درآورده و جشن عروسی آنها را فراهم می کند. اسماعیل که خود را طی مراسم دایی همسرش معرفی کرده بود، در جشن عروسی همسرش با ابراهیم شرکت کرده و برای این جشن حدود 600 مهمان دعوت می کند. معصومه پس از این ماجرا حدود 2 ماه در کنار خانواده ابراهیم زندگی کرد تا اینکه او و همسرش با هم نقشه خواستگاری از خواهر ابراهیم را طراحی کردند. به همین خاطر اسماعیل به یکی از دوستانش به نام علی اصغر که به محمد معروف است مبلغ 10 میلیون تومان پول داد تا او نقش برادر معصومه را بازی کند و به خواستگاری فاطمه برود. ماجرای خواستگاری و تهیه جهیزیه فاطمه چند هفته طول کشید تا اینکه یک روز قرار شد جهیزیه فاطمه به خانه آورده شود و آن شب بود که فاطمه به دست اسماعیل به قتل رسید. بچه‌های معصومه و اسماعیل که شاهد این ماجرا بودند مدام پس از این مسئله عنوان می‌کردند بابا اسماعیل خاله فاطمه را کشته
و این انگیزه‌ای شد برای از بین بردن بچه‌ها که توسط اسماعیل صورت گرفت. ابراهیم نیز چند روز پس از قتل خواهرش توسط اسماعیل کشته شد. اسماعیل در اعترافاتش در جلسات مختلف بازجویی اعتراف کرده بود: ابراهیم را به بهانه پیدا کردن گنج به اطراف فیروزکوه کشاندم و پس از اینکه سرش را از بدنش جدا کردم او را قطعه قطعه کرده و هر قسمت بدنش را در گوشه‌ای انداختم. عماد و امیر مهدی نیز که تنها شاهدان قتل فاطمه و ازدواج مادرشان با ابراهیم و مسائل دیگر بودند، 2 هفته پس از این ماجرا به دست پدرشان در حمام خانه به قتل رسیدند. بعد از این اعترافات هولناک، قضات شعبه 71 دادگاه کیفری اسماعیل را به جرم ارتکاب 4 قتل و زنا با فاطمه به اعدام محکوم کردند و همسرش معصومه هم به جرم معاونت در قتل‌ها به 15 سال حبس و به جرم زنا با مرد مسافرکش به اعدام محکوم شد. احکام صادره به تایید قضات دیوان عالی کشور رسید و بدین ترتیب صبح امروز مرد سنگدل در محوطه زندان اوین اعدام شد. دوستان عزیزم، ممنونم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. لطفاً یادتون نره که ویدیومون رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید.